بسم الله الرحمن الرحیم. تمام اعضای محترم کابینه و تمام والی صاحب و حاضرین جلسه را از خاطر شهادت اولادای ما در پوانتون کابل تسلیت میگم. به شدیدترین الفاظ یه حمله وحشیانه دشمنای وطن بالای جایگاه علم و دانش تقویم میگم. پوانتون کابل جایست محر بلستش بلد است و این مرکز با افتخار ازیر داشتم که مرکز تحقیقات حقوقی در دوران ریاست پوانتونم ایمار کنم. تمام نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن و جناب ماینز از شما خواهش میکنیم که مسئولیت یک جای شدن و تطبیق این گزارش ها به عهده بگیرید. همچنین با واحد عملیاتی هدایت واضح است که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پوانتون کابل وارد شده ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شد. از وزیر صاحب حج و اوقاف و والی صاحب از خاطر برگزاری مراسم مولود شریف تشکر میکنم. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تبریکی میدیم که عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین‌المللی ابتکار شفافیت بر صنایع استخراجی تجدید شد. افغانستان بدبختانه عضویت خود از دست داده بود و احیای از در درجه بندی افغانستان در معیارهای شفافیت یک قدم بسیار مثبت